سلام و روز شما بخیر باشد. امروز میخواهم درباره اتحاد اروپا صحبت کنم. چون اکثریت مردم ما درباره اروپا از کانال‌های روسی میبینند و میشنوند. روسیه همچون یک کشور قدرتخواه اگر در کار شود پیشک سیاهی اروپا را سفید نیز میگوید. و به همین خاطر به خلاصه آمدم که یک صحبت در مورد این اتحاد اروپا که بی‌نظیر است داشته باشم. موضوع ما این خواهد بود: آیا اتحاد اروپا پاش میخورد، یعنی از بین میرود؟ پیش از اینکه درباره اتحاد اروپا صحبت کنم باید دانست که این اتحاد اروپا چیست و کدام کشورها اولین شده سنگ اول این اتحاد را گذاشتند و مقصد آنها از ساختن چنین اتحاد چی بود؟ از اتحاد اقتصادی تا اتحاد سیاسی. از اول سال 1951 مقصد از ساختن یک اتحاد اقتصادی بود، چون جنگ دوم جهانی اروپا را خیلی ضعیف کرده بود و مردم دیگر نمیخواستند جنگ کنند و میل کردند که دیگر از جنگ و خسارت‌های جنگی خسته شده میخواهند با هم باشند. در قدم اول کشورهای به مثل بلژیک، جمهوری فدراتیوی آلمان، فرانسه، ندرلندیا، لوکسمبورگ و ایتالیا استحصال انگشت و پولاد خود را که برای ساخت اسلحه و مهمات جنگی اکثرا استفاده می شدند تحت نظارت همه‌جانبه قرار دهند و این کار را نیز کردند. و این باعث شد که تا آخر سده 20 و آغاز سده 21 اروپایی ها به خلاصه کامل آمدند که دیگر باید با هم باشند. اگرچه تا حال بعضی بدبینی های تاریخی دارند، اما این بدبینی ها و علم های گذشته نتوانست پیشی با هم آمدن یک اتحاد بزرگ را بگیرد. اینچنین قدم های دیگر که خیلی حرکت مهم به حساب می روند سال 1958 بود که شرطنامه روم اعتبار پیدا کرد، یعنی اتحاد اروپا آید به انرژی اتمی. همین طور سال تا سال اتحاد اروپا وسعت یافت و تا سال 2013 به 28 اعضا رسید. چنانه که ما میدانیم در سال 2020 یک اعضای او کم شد. این بریتانیای کبیر بود که با خواست مردمش از اتحاد اروپا بیرون شد. صحبت امروزه من درباره از اتحاد اروپا بیرون شدن بریتانیای کبیر و دیگر کشورهایی که میخواهند بیرون شوند یا میخواهند بیرونشان کنند خواهد بود و میخواهم فکر خود را در این موضوع پیشکش شما بگردانم. این تذکری کوتاه تنها به خاطر آن بود که فهم برای شنونده و تماشابین پیدا شود که موضوع را کاملتر و درستتر بفهمد. بریتانیای کبیر از خارج شدنش از اتحاد اروپا به نظر می رسد آنقدر راضی نیست و دارد به مشکلات اقتصادی دچار می شود. چرا؟ چون اتحاد اروپا بریتانیا را به کارگر تامین می کرد و امروزها نارسایی زیاد به نظر می رسد و می بینیم که مردم برای نرسیدن سوزشواری در کوچه های شهرهای بزرگش از آن جمله لندن با همدیگر دست و بازو بالا می کنند و حتی برای رعایت نکردن نوبت به خاطر تامین کردن ماشین هایشان به سوزشواری، یعنی بنزین و دیزل، همدیگر را لط و کوب به گفته مردم ما فوتبال می کنند و نارسایی مواد خوراکی نیز مردمش را به تشویش آورده است. در بخش های زیادش به نظر می رسد که کارگر نمی رسد. این شرحی کوتاه درباره بریتانیای کبیر بود. و نیز این معنای آن را دارد بیرون شدن از اتحاد اروپا آسان نیست و یک درس برای دیگران شد، از آن جمله به خود بریتانیای کبیر. و اما کشورهای به مثل لهستان، یعنی پولشا، که گپ است میخواهند از اتحاد بیرون شوند یا بیرونشان کنند به خاطر نااحترامی کردن و به نظر نگرفتن شرطهای اساسی اتحاد اروپا که یکی از این شرطها این مستقلیت دادگاهی می باشد.
با آمدن راستگراها و حزب ملتگرای لهستان با سرداری یروسلاو کاچینسکی که لهستان را به یک کشور انتی اتحاد اروپا تبدیل داده است و به این نظر است که اروپا را تنها پولش در کار و خودش نه. اما اتحاد اروپا نیز در نوبت خود سرمایه گذاری لهستان را کم کرده و لجام زدن طمعجویان را آغاز کرده است. اصلا لهستان در اتحاد اروپا تولیدگری بزرگ نیست که بتواند شرط و شرایط خود را به اتحاد اروپا تحمیل کند. مردم لهستان اکثرشان میدانند و میفهمند که اخراج شدنشان از اتحاد اروپا کشورشان را ضعیف و اقتصادشان را فلج میکند. روسیه نیز آرام نیست و میخواهد هر قدری که میتواند و جان دارد در پی سیاه و لطمه زدن اتحاد اروپا بکوشد. اینک خلاصه کلام و فکر من چیست؟ باید این را دانست که هیچ اتحاد برای همیشگی نیست. ما و شما، یا درست‌تر بگویم پدران و پدربزرگان ما و شما در شوروی زندگی کردند و همه آنها خیال میکردند که اتحاد شوروی تا ابد ماندگار خواهد بود. اما ما و شما دیدیم چطور شوروی پاش خورد و برای همیشگی از بین رفت. برای همین باید دانست که در سیاست هیچ چیز برای همیشگی نیست. اتحاد اروپا را نیز سیاستمداران ساختند و می توانند از بین برند، اما فراموش نباید کرد اقتصاد اتحاد اروپا خیلی مستحکم است و کشورهایی که بیرون می شوند میانشان می شکند. برای شما انسانهای تماشابین و اخلاصمند باید بعض چیزهایی را بفهمانم و برسانم تا سطح فکرانی شما بالا رود. با یکی از رفیقان صحبت داشتم. گفت زمانی که ما چند تاجیک تحلیل سیاسی میکردیم، با روزها در یک کنفرانس واخوردیم و گفتیم ما تحلیلگران سیاسی هستیم. روزها با ما ریشخند زدن و گفتند تاجیکستان نیز تحلیلگر سیاسی دارد. خیلی غمگین کننده است دوستان. وقتی که من این سخن را از آن شخص شنیدم بیکنار ناراحت گشتم. من نمیخوام بگویم عالم هستم و تفتزانی و کسی دیگر. مقصد از این صحبتهایم این است که نفرانی با سواد خود را دستگیری کنید تا اینکه خود فایده کنید و فهمیشتان زیاد شود و هم بیگانگان به ما ریشخند نزنند. خوب شفشفی زیاد نمی کنم. اینک نوبتی شفتالو یعنی نوبتی سوال ها. چنانه که شما میدانید من به خلاصه آمدم که در هر نوارم از شما 3 سوال میپرسم و از شما خواهش میکنم که جواب این سوال ها را در تگ همین نوار نویسید. خواهش میکنم در نوشتن فکر خود نترسید و شرم هم نیز نکنید. سوال اول: اگر برای تاجیکان به ویزا سفر به اتحاد اروپا اجازه شود، زندگی مردم ما خوب می شود؟ ها یا نه بنویسید در جواب. سوال دوم: آیا امامعلی رحمان در سر کرسیش می میرد یا او را می کشند یا او را مردم تاجیک محاکمه می کنند؟ سوال سوم: اگر شما یک هواپیمای شخصی یعنی عملیات می داشت و اجازه می داشتید به هر کجای دلتان می خواهد پرواز کنید، به کدام کشور اولین شده پرواز می کردید؟ تشکر که تا آخر این نوار تماشا کردید و فراموش نکنید این نوار را باز پخش کنید تا اینکه بتوانیم ملت را تربیت کنیم. شما می توانید فرزندان، برادران و نزدیکان خود را نیز از این نوارها بفرستید تا سطح سوادشان بالا رود و استفاده برند. عزیزانی که تا حال آبونه نیستند آبونه شوند. خدا حافظ و آرزوی موفقیت به همه شما.